امروز در شهر بوستان ولایت سوخت با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه کارکرد فلزات و استحصال پروفیل و قبرهای آهنین جمعیت دارای مسئولیت محدود گنج آفر به فعالیت آغاز نمود. ساحه صنعت در رشد اقتصادیات ملی نقش مؤثر داشته. تأسیس کارخانه‌های نو، مهیا کردن جایهای کاری، افزون نمودن نامگوی محصولات رقابت‌پذیر و بلند برداشتن اقتدار صادراتی به نیکواحوالی مردم مساعدت خواهد کرد. برابر با فعالیت آغاز نمودن این کارخانه در شهر بوستان 20 جای کاری نو تأسیس داده شد. گزارش محیدین محمد داوود و بهادر قربانزاده. 8 فеврал در ادامه سفر کاری در شهر بوستان ولایت سوخت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه کارکرد فلزات و استحصال پروفیل و قبرهای آهنین جمعیت دارای مسئولیت محدود گنج آفر را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه کارکرد فلزات و استحصال پروفیل و قبرهای آهنین با مقصد تقویت روند صنعت کنونی با سرعت کشور همچون هدف چهارم ملی در دایره اعلان گردیدن 2022-2026 سالهای رشد صنعت تأسیس داده شده است. هدف از بنیاد کارخانه نوی صنعتی استفاده با ثمر امکانیت‌های خودی، تأسیس جایهای نوی کاری و استحصال محصولات بلندصفت وطنی میباشد. کارخانه نوی استحصالی از جانب صاحبکار وطنی امیرجان صمدوف در کوچه صنعتچیان شهر بوستان در مساحت 2 گکتار بنیاد کرده شده است. بینای استحصالی کارخانه بر هوا بوده 4300 متر مربع را در بر میگیرد. با تأسیس این کارخانه در شهر بوستان 20 نفر با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. دستگاه و تجهیزات کارخانه استحصال کشورهای پیشرفته جهان بوده آن را متخصصان جوان تاجیک وصل و نصب نموده اداره می نمایند. محصولات خام به کارخانه از فدراسیای روسیه، جمهوری قزاقستان و جمهوری مردمی چین دسترس گردیده روند کارکرد متال توسط 3 خط معاصر تکنولوژی به راه مانده شده است. در کارخانه نوبنیاد اساساً 28 نامگوی محصولات از جمله پروفیل و قبرهای آهنین با شکل و اندازه‌های گوناگون مطابق با معیارهای بین‌المللی استحصال می‌گردد. ما عالی صمدوف در اساس دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تصمیم گرفتیم که در سالهای رشد صنعت کارخانه کارکرد متال و استحصال پروفیل و قبرهای آهنین را ساخته به استفاده دهیم. باعث خوشنودی است که امروز با اشتراک جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه ما افتتاح گردید. عین زمان 2 خط تکنولوژی به کارکرد و استحصال پروفیل و قبرهای آهنین شروع کرده 20 نفر متخصصان محلی به کار جلب گردیدند. آینده نقشه داریم که باز اقتدار استحصال کارخانه را زیاد کرده تولیدات مصالح بلندصفت ساختمانی را افزایش دهیم. مینداری خیش را به پیشوای ملت میرسانیم که ما صاحبکاران وطنی را همیشه دستگیری مینمایند و برای رشد و فعالیت کارخانه های ما شرایط فراهم میآورند. باید گفت که پروفیل های آهنین از 2 به 2 تا 10 به 10 سانتی متر با درازی 6 متر و قبرهای آهنین باشد با قطرهای از 15 تا 150 و با درازی 11 متر و 75 سانتی متر استحصال کرده می شوند که استفاده آنها برای سالهای طولانی پیش بینی گردیده است. ضمن شناسایی با رفت استحصالات در کارخانه نوی صنعتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئولان را برای استحصال با صفت پروفیل و قبرهای آهنین که همچون مسئله ساختمانی در مملکت طلبات به آن زیاد
دست وظیفه‌دار کردند. اطلاع داده شد که در کارخانه در یک شبانه روز تا 10 تن متال کارکرد شده از آن پروفیل قبرهای آهنین دارای صفت بلند استحصال می‌گردد. مسئولان کارخانه نوی صنعتی نقشه دارند که با استفاده ثمرناک از امکانات‌های موجوده استحصال پروفیل و قبرهای آهنین را بیشتر نموده طلبات بازار داخلی را با محصولات عوض کننده واردات تامین نمایند. زیرا این نوع مسئله ساختمانی اکثرا از کشورهای خارجی با نرخ گران و مصرف زیاد دسترس کرده می شود. اکنون پروفیل و قبرهای آهنین در این کارخانه نوبنیاد با شکل و اندازه‌های گوناگون هم با فرمایش میزاجان و هم با در نظر داشت طلبات بازارهای مملکت استحصال کرده می شود. منتداری خود را به پیشوای معظم ملت می‌رسانیم که چنین کارخانه به ما تشکیل نمودند. ما صاحب جای کار شدیم. در این کارخانه ما قبور و پروفیل ها استحصال می‌نماییم. پروفیل های قبورهای ما صفت بلند داشته. خطای استحصالی را ما خودمون نظارت می‌کنیم. قسم آنها به طور اتوماتیک کار می‌کنند. در جریان استحصالی کفشگری هم استفاده برده می‌شود. نیت ما همین است که طلبات بازارهای جمهوری را با محصولات‌های خود تامین نماییم. با تاکید سرور دولت محترم امامعلی رحمان در برابر بنیاد و تشکیل کارخانه‌های نو استحصالی مسئولان ساحه را ضرور است که با مسئله آماده نمودن متخصصان اداره کننده کار استحصالات و تکنولوژی معاصر توجه جدی ظاهر نمایند. در صحن کارخانه نو تأسیس نمایش محصولات استحصال شده تشکیل گردید که از آن پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دیدن نمودند. در نمایش محصولات استحصال کرده کارخانه کارکرد فلزات و استحصال پروفیل قبرهای آهنین جمعیت دارای مسئولیت محدود گنجافر معرفی کرده شد. اطلاع داده شد که سال 2021 با در نظر داشت اهمیت بزرگ ساحه صنعت در رشد اقتصاد ملی در شهر بوستان 4 کارخانه نو استحصالی با جلب سرمایه مستقیم تأسیس و به فعالیت آغاز کردند که نتیجه توجه و دستگیری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به بخش خصوصی بوده در تقویت تدبیرهای صنعتی کنونی با سرعت کشور، افزودن حجم محصولات صنعتی و باز هم بهتر گردیدن سطح نیکوحالی مردم زمینه‌های استوار و واقعی گذاشتند. با مقصد باز هم بیشتر شدن نشان دهنده های بلند استحصالی و رشد باثبات فعالیت کارخانه های صنعتی شهر بوستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مسئولان دستور و مصلحت های مفید دادند.